وقت بخیر دوستان عزیز، من ندا کیوانشکوه هستم. ویدیوهایی که در این کانال با شما به اشتراک میذارم در مورد فشن، استایل و طراحی لباس هست و موضوعی که امروز قصد دارم با شما در مورد اون صحبت کنم موضوع تناسب در طراحی لباس هست. در واقع اگر بخوایم در یک جمله کارکرد تناسب رو بیان کنیم، باید بگیم که تناسب یک طرح لباس معمولی رو میتونه به یک سبک و بیان شخصی ارتقا بده و در این مورد بهتر سخنی از الکساندر مک‌کوین رو بیان کنیم که میگه تناسب معمار خاموش مده و به یک طرح زندگی و ریتم میبخشه و به اون اجازه میده که با روح سخن بگه. و اما تعریف تناسب در طراحی لباس. تناسب در طراحی لباس به روابط مقایسه‌ای بین فواصل، اندازه‌ها، مقادیر، درجات و قطعات یک لباس اشاره میکنه و این عناصر میتونند خطوط یک بعدی، اشکال دو بعدی یا فرم‌های سه بعدی باشند. و حتی تناسب فقط مربوط به اندازه تک تک قطعات نیست، بلکه چگونگی هماهنگی اونها با هم برای ایجاد یک کل متعادل زیبا شناسانه است. در واقع اگر بخوام یک تعریف درست از تناسب در صنعت مد و طراحی لباس بگیم، باید بگیم که هنر مقایسه و هماهنگ کردن عناصر به کار رفته در اون لباسه و به این صورت هم هست که بعضی از اجزا عمدن باید بزرگتر یا کوچکتر از سایر اجزا باشن تا بتونن جذابیت بصری ایجاد کنن. اما حالا چطوری میتونیم این تناسب رو در طراحی لباس و در استایل ایجاد کنیم؟ یکی از مفاهیم رایجی که برای تناسب توسط ریاضیدانان و طراحان استفاده میشه نسبت طلاییه. نسبت طلایی یک عدد ریاضی منحصر به فرده که تقریبا برابر با 1/618 است. اما اینکه این عدد چگونه به دست اومده و به وجود اومده، این نسبت از دنباله فیبوناچی مشتق شده که یک دنباله طبیعی از اعداده و در جنبه‌های مختلف جهان مثل تعداد برگ درختان یا شکل صدف دریایی یافت میشه و به این صورته که هر عدد مجموع دو عدد قبل از اونه و اگر به جز 4 عدد اول بقیه اعداد رو، یعنی از 3 به بعد بقیه اعداد رو در نظر بگیریم، از تقسیم هر عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر یک عددی به دست میاد که برابر با 1/618 است و این عدد رو نسبت طلایی میدونیم. اما فرمولی که ما در طراحی لباس میتونیم برای تناسب استفاده کنیم به این صورته که اگر کل لباس رو به 2 بخش B و S تقسیم بکنیم، بخش بزرگتر B باشه و بخش کوچکتر S، این دو بخش باید به گونه‌ای باشه که تقسیم B به S برابر با عدد طلایی باشه، یعنی B برابر 1/618 S باشه. همونطور که در شکل ها هم مشاهده میکنید، بهترین نسبت همین نسبت اعداد نسبت طلایی هست، مثلا 5 و 8 که قسمت بزرگتر یا B 8 هست و قسمت کوچکتر 5 هست و از تقسیم این دو عدد به هم دیگه عدد 1/618 یا نسبت طلایی به دست میاد. اما فرمول های دیگری هم هستند که برای این کار مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این فرمول ها به این صورت هست که اگر قسمت سرشانه تا کف پا B به علاوه S در نظر گرفته بشه، از تقسیم این عدد بر نسبت طلایی 1/618 عددی به دست میاد که برابر با B میشه و این B بهترین عددی هست و بهترین فاصله هست که شما برای طول لباستون میتونید در نظر بگیرید. و یه قانون دیگه که در واقع ساده شده نسبت طلایی هست، قانون 1/3
و به این صورت هست که لباس رو به 3 بخش مساوی تقسیم میکنیم. قسمت بالایی باید 1/3 فضا رو اشغال کنه و قسمت پایینی 2/3 باقی مانده رو اشغال میکنه. البته باید در طراحی لباس دقت کنیم که این قوانین کلی هستند و تنها گزینه شما برای انتخاب استایل نیستن، اما میتونن کمک دهنده و اثر بخش باشن. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خرد یار همراهتون. خدا نگهدار.